از اول هفته جاری اینک 3 روز باز پی هم در تاجیکستان قرب رسمی روبل روسیه 20 بالا می رود و قرب دلار و یورو برعکس به شدت رو به پایین آورده است. بانک ملی تاجیکستان برای روز 25 مای قرب رسمی دلار را تا 11 سامانی و 40 درم، قرب یورو را تا 12 سامانی و 21 درم و قرب رسمی روبل را تا 173 سامانی برای ازو روبل مقرر کرده است. روز 24 مای قرب رسمی روبل 172.5 سامانی، قرب دلار 11 سامانی و 80 درم و قرب یورو 12 سامانی و 57 درم بود. به دنبال بنا به معلومات سامانه های رسمیشان بانک های تاجیکستان نیز قرب اسعار خارجی را تغییر دادند. از جمله بانک اسقاط روز 25 مای ازو روبل را همچنان با قرب 172 سامانی میخرد، ولی قرب خرید دلار همگی 10 سامانی و 50 درم و قرب خرید یورو 11 سامانی و 30 درم نشان داده شده است. تشکیلات خرد دپوزیتی همو خبر داده است که 1 دلار را 10 سامانی و 70 درم، 1 یورو را 11 سامانی و 2 درم و قرب خرید ازو روبل در همو نیز به تغییر 172 سامانی باقی مانده است. آریان بانک در سامانش قرب خرید ازو روبل را همچنان 170 سامانی باقی گذاشته است، ولی 1 دلار را به جای 11 سامانی و 20 درم حالا با قرب 10 سامانی و 80 درم و 1 یورو را به جای 11 سامانی و 80 درم اکنون 11 سامانی و 5 درم میخرد. قرب روبل در بیرژه نیز همچنان بالا رفته ایستاده است. روز 25 مای قرب 1 دلار نسبت به روبل روسی 56 روبل و قرب 1 یورو تا 60 روبل فرآمد. برای ازو روبل در بیرژه الکی 223 سامانی پیشنهاد میکنند. یک روز قبل این قرب 217.5 سامانی نشان داده میشد. اقتصاددان ها این قرب بلند روبل را قرب سنی و حتی ترغیباتی یعنی پروپاگاندیستی مینامند، ولی از بالا رفتن قرب روبل نسبت به دلار مهاجران تاجیک در روسیه و خانواده های آنها در تاجیکستان خوشحال می شوند، چون که امیدوارند که قرب بالاتر روبل می تواند دست آنها را در برابر نرخ سر به آسمان کشیده درازتر کند. مردم تاجیکستان همچنین امیدوارند که پایین رفتن قرب دلار و یورو به ارزان شدن محصولات مساعدت می کند، چون که وقتی که نرخ بالا می برند یک سبب عمده‌اش بالا رفتن قرب دلار گفته می شد.